منو توی این اولین مرتبه نیست که جمهوری قرقیزستان و شهروندان اون و البته سمت امنیتی اون به کشور ما حمله نآورده باشند. یعنی این یک چند مرتبه تکرار شده است و این دفعه نیست یک حرکتی که به سامان رسانده شد اون نیز از یک جهت گیریم هم غیر قانونی است، یعنی نه به تمام انمی قانون‌های عمومی بشری نیست جوابگو نیست و از یک جهت گیریم وابسته به تینجی و آرامی مملکت ما رو ویران کردن و یکی از موضوع بوم تاجیکستان که یک پارچگی تاجیکستان ما رو تامین کرده میتواند به شهر اسفری باستانی هجوم کردن و این منطقه رو و یعنی بوروک رو به قسمت خود تبدیل دادن کوشش کرده است. ما جوانان نیست پیروان پیشوای ملت هستیم و نمیگذاریم که یگان وقت و صلح و آرامی ما خلل وارد کرده شود. ما جوانان همیشه با همراهی مردمان شرفمند بوروک هستیم و همیشه با آنها همراهی خواهیم کرد.